با سلام و درود خدمت تمام دوستان عزیزی که کانال عزیز دیگر را دنبال میکنن. خدا کنه خوب جور صحتمند سر حال باشین. من عبدالعزیز در خدمت شما هستم و امروز میخوایم یک برنامه رو برای شما معرفی کنیم که میتونین از طریق از برنامه پیشفرض ویندوز حذف کنین، یعنی برنامه‌ای که بعد ازتان نمیخوره و با نصب ویندوز او هم نصب میشه. میخوایم که طریقه حذف وزیر رو براتون یاد بتم. خب حذف این برنامه ها میتونه یک فایده بسیار بزرگ برای شما داشته باشه. او هم ای است که هم فضای درایو که در او ویندوز نصب کردین او آزاد میشه. البته دو فایده داره و دوم این که سرعت لود ویندوز شما میره بالا، یعنی کامپیوتر شما با آسانی روشن میشه و با آسانی هم خاموش میشه و همچنان سرعت کارکردش هم بالا میره، چون این برنامه ها بالاخره فضای را اشغال کردن، هم در هارد دیسک و هم فضای رم اشغال کردن و بعضیشان حتی شاید در حال اجرا باشن. به همین دلیل ما امروز میآموزیم که توسط یک برنامه بسیار کوچک و برنامه است که کاملا رایگان این کار انجام بدیم. البته برنامه را ما می‌دانیم که در ویندوز وقتی نصبش میکنیم به دو بخش تقسیمش کنیم. اول این که برنامه‌ای که ما خودمان نصب میکنیم به شکل آفلاین یا به شکل دستی، مثلا فایلایی که exe هستن. البته دیگه فایلایی که از مایکروسافت استور دانلود میشن او را هم میتونیم که به شکل دستی نصب کنیم، اما معمولا از طریق مایکروسافت استور و نصب میشن. اما برنامه‌ای را که ما به شکل exe نصب میکنیم، مثلا بعضی پلیرها، بعضی مثلا یعنی برنامه مهم مثل آفیس، مثل خلاصه برنامه بسیار زیاد، مثلا برنامه ویدیو ادیتر و مثلا ساوند ادیتر، بالاخره برنامه مختلف را که ما دانلود میکنیم اکثرا و معمولا با فرمت exe یا msi می باشن که این را ما میتونیم هم از طریق یعنی پروگرامز اند فیچرز ویندوز هم میتونیم دلیت کنیم و هم میتونیم که از طریق بعضی برنامه‌های دیگه، البته این برنامه‌ای که ما بر شما معرفی میکنم هم میتونه که برنامه پیشفرض حذف کنه، هم میتونه برنامه‌ای را که از مایکروسافت استور دانلود شده را حذف کنه و هم میتونه که برنامه‌ای که خودتان به شکل exe او را اینستال کردین او را میتونه حذف کنه. خب و یکی حتی اگر شما برنامه exe را بتانین که از پروگرامز اند فیچرز ویندوز ان اینستال کنین، بازم بعضی برنامه‌ای که در رجستری هستن و بعضی فولدرهای اضافی که او برنامه ساخته برای خود ساخته او باقی میمانه و من برای شما پیشنهاد میکنم که هر برنامه‌ای را که میخواهید حذف کنین، چی برنامه پیشفرض ویندوز باشه، چی برنامه مایکروسافت استور باشه که از اینجا دانلود کرده باشین و چی برنامه exe باشه، همگیش با استفاده از یک انستالر جانبی، مثلا یک انستالر را که شما خودتان نصب میکنین از او طریق انستال کنین. که من امروز برنامه گیک انستالر براتون میخوایم معرفی کنم که هم میتونه همه برنامه‌ای که در سیستم نصب هستن، چی پیشفرض چی دانلود شده از مایکروسافت استور و چی هم نصب شده توسط خودتان به شکل exe که است، کلش هم میتونه حذف کنه. خب به خاطر این کار ما اول میرم در دسپیسی. ما از استارت ویندوز 7 در ویندوز 10 استفاده میکنم. ویندوز ما ویندوز 10 سماعات استارتش ویندوز 7 است و شما میتونین که به هر رقم که دلتان بخواه. خب ما میرم اول در این قسمت در کمپرس گیک انستالر. اینجا ما فقط یک دونه فایل داریم نوشته است geek.exe. برنامه قسمی که براتون شاید معلوم باشه، این برنامه نصبی نیست، برنامه پورتبل است، یعنی ضرورت به نصبش نداریم که نمی یکی از نکات مثبت این برنامه است. ما این را باز میکنیم. خب باز جمعه که upgrade to PRO version. خب این upgrade to PRO versionش هم به این خاطر است که شاید با وقت ما با ورژن پروی را اپگرید میکنیم یک مبلغی را باید پرداخت کنیم، یک پیسه یا چیزی را که ما اینمی نسخه از این کار ما را مندازه و ضرورت به برنامه پرو ما نداریم. خب این برنامه ای است که اینترنت دانلود منیجر است، کلاک کادک پک است، مایکروسافت ایج است، مایکروسافت
خب اینجا مایکروسافت آفیس و این پروگرامایی است که ما معمولا به شکل EXE اینستال میکنیم که هم در ویندوز های 7 اینستال کرده میتونیم، در ویندوز های XP، در ویندوز 7، 8، 81، در کلش. این فایل EXE است. فایل EXE را که ما اینستال کردیم یا MSI یا EXE یا MSI از دو طریق. اما خب این را ما میتونیم که توسط انستالرهای مختلفی کار انجام بدیم. این تو کدام مشکل نداره. اما یک قسمت دیگه که هست که ما میریم در منوی ویو. نه این قسمت به نام دسکتاپ اپس است که قسمی که شما میبینین. البته باش ما این پنجره را مکزیمایز بکنم. خب 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 ببینم میریم در منوی ویو میریم. خب وقتی که در منوی ویو رفتیم میگفتیم که دسکتاپ اپ که هست همون اپلیکیشن ای است که ما اینستال کردیم که تیک داره، یعنی فعلا اپلیکیشن را که ما خود ما اینستال کردیم EXE او را برای ما انستال میکنه. و مایکروسافت استور اپس ای برای اپلیکیشن های مایکروسافت استور است که یا از دو طریق ما نصب کرده باشیم و همچنان وقتی که ما ویندوز در نصب میکنیم بعضی برنامه هستن که به شکل پیشفرض نصب میشن. حتی اگر ما ویندوز اوریجینال از وبسایت مایکروسافت هم بگیریم بعضی اپلیکیشن هست، مثلا 3D ویور است، مثلا کورتانا است، مثلا ایکس باکس گیم بار است، مثلا موویز اند تی وی است و بسیار پروگرام های دیگه به این شکل که این همگیش در دسته مایکروسافت استور اپس قرار میگیرن و همچنان برنامه‌ای را که ما شما از مایکروسافت استور دانلود میکنیم او هم در این دسته قرار میگیره و این پایین گزینه‌های دیگه هم است، مثلا کلر اسکیم است، اینترفیس لنگویج است، ریفرش است و خب ما کار به چیزا نداریم. البته قسمت اینترفیس لنگویجش هم میبینیم یک بار. خب اینجا زبان هایش هست، مثلا فکر کنم زبان فارسی را پشتیبانی میکنه. ببینیم هندی، ببینیم کدام زبان ها را. خب پرژن، ما زبان شه فارسی کردیم. خب که او وقت که بود منیوها دیگه از طرف چپ به راست میرفتیم، یعنی اول منیوی فایل بود میرفتیم طرف راست، منیوی اکشن میشد، اکشن یا اقدام میشد و بعد از اون منیوی ویو میشد. حالا برعکس شده، حالا از راست به چپ قرار گرفته. مثلا اول فایل است، باز اقدام است، باز مشاهده یا ویو است. خب دسکتاپ اپس، مایکروسافت استور اپس ما اینو میره انتخاب میکنیم به خاطری که ما میخوایم یکی از برنامه‌های پیشفرض در ویندوز حذف کنم که او برنامه به درد من نمیخوره. خب ما اینا انتر میکنم و ببینین که قسمی که شما میبینین اینجا 3D ویور است، الارمز اند کلاک است. این برنامه پیشفرضی است که با ویندوز یک جای نصب میشن. ببینین اپ اینستالر است، کلکولیتر. البته همه اپلیکیشن ها را که دلتان خواست نمیتونین حذف کنین، شاید بعضی اپلیکیشن ها به درد بخور باشن و اگه دوباره حذف کنین طبعا با سیستمتون شاید مشکل به وجود بیاره. کلندر، کامرا، کورتانا. خب مایکروسافت موویز اند تی وی آفیس بن 3D people. مثلا برنامه سیکی نوتس هم میخوایم که حذف کنم به این خاطر که به درد من نمیخوره و شاید به درد شما هم نخوره، اما خب اگر دربارش معلومات دارین و میفهمین که چی کار میکنه و اگر به دردتان میخوره ضرور نیست حذفش کنین. اما چون من نمیفهم که چی است و همچنان تا حالا ازش استفاده نکردیم، تقریبا 3 سال میشه که من از ویندوز 10 استفاده میکنم، چیزی کم 3 سال میشه، اما ما با این برنامه سر کار تا حالا نداشتیم
به می خاطر در منوی اقدام یا کسایی که زبانشان انگلیسی است اکشن یا اقدام میایم و اینجا میگه حذف برنامه. من حذف برنامه رو اوکی میکنم. خب قسمی که شما میبینید این برنامه رو در حال حذف است و ما در نهایت بالای گزینه پایان انتر میکنیم و برنامه را از کامپیوتر ما حذف میکنه و داخلم بستن یا کلوز و او قسمتش هم که پایان بود و فینش دیگه به اصطلاح. خب این برنامه را میبندم. خب دوستای عزیز این هم برنامه گیک انستالر بود که خدا کنه از این برنامه استفاده کنین و لذت ببرین و اگر میخواین که آموزش های بیشتر را البته با همین سبک ببینین که من قبلا در فایل اول همه چیز توضیح دادیم و گفتیم که من امروی ماوس کار نمیکنم، امروی کیبورد کار میکنم. به خاطر شما به جای دنبال کردن کیبورد کرسر ماوس کرسر میتونید کیبورد کرسر رو دنبال کنید. کاملا قابل مشاهده است و شما هیچ مجبوریت به خاطر استفاده از کیبورد ندارین. میتونین که همون گزینه‌ها رو امروی ماوس برین و امروی ماوس بالاش کلیک کنین و خلاصه هرچی که به خودتان آسان تر است همون کار رو بکنین و من بنابر باز دلایل از کیبورد استفاده میکنم و اگر آموزش ما را دوست داشتین حتما ویدیو رو لایک کنین، کانال رو سابسکرایب کنین و اینکه حتما نظرتان راجع به این ویدیو و ویدیوهای دیگر ما حتما بگین. یعنی من به خاطر این نمیگم که کامنت حتما بتین، اما نظرتان بگین که آیا با این رقم آموزش ها ارتباط برقرار کردن میتونین یا نمیتونین و این آموزش ها را یا ما ادامه بتیم یا نتیم. حتما شما در بخش کامنت ها بر ما بگین. تا ویدیوی دیگر، خدا حافظ.